بسم الله الرحمن الرحیم. چه بسا که دلای ما میمیره و ما خودمون نمیدونیم که دلمون مرده. امام ابن قیم میگن اگر میخواید بفهمید که دلت مرده یا نمرده، 10 تا علامت هست واسه دلای مرده. دل مرده دل اون کسی است که خدا رو شناخت اما حقش رو به جایی نیاورد. دل مرده اون دلی هست که ادعا میکنه که خدا و رسولش رو دوست داره اما میبینیم که اصلا اتباع و پیروی از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نمیکنه. دل مرده اونی که قرآن میخونه اما بدون عمل نمیکنه. دل مرده اونیه که نعمت خدا رو میخوره اما شکرش رو به جای نمیاره. دل مرده اونیه که میگه شیطان دشمن ماست اما از اون پیروی میکنه. دل مرده دل اون کسیه که میگه بهشت حق است ولی برای به دست آوردنش تلاش نمیکنه. دل مرده دل اون کسیه که میگه جهنم حق است اما از اون فرار نمیکنه. دل مرده دل اون کسیه که میگه موت و مرگ حق است اما برای روز مرگش آمادگی نمیگیره. دل مرده دل اون کسیه که به عیبهای مردم مشغوله اما عیبهای خودشو نمیبینه. دل مرده دل اونی هست که مردم رو وقتی میمیرن میبره به قبرستون میرسونه اما از اونا عبرت نمیگیره.